حل بشه. وقتی میبینی قیمت ها با قدم های هجومی پیش میرن به سمت رقم های نجومی، تو مجبوری که به سقوط پا بدی، چون که تو هنوزم اسیر حقوق ثابت. یعنی تنها چیزی که سمت تو سرازیر درده که تمام وجود تو رو سراسیمه کرده. به هم بگو تو این مسیر آیا چراغی میتونه که این راه رو روشن کنه؟ بس چه راهی میمونه؟ فقط فریاد همینجا داد میزنم، من میخونم و سکوتم رو دار میزنم، من میمونم و سعودم رو جار میزنم.